همچنان تیم‌های نورستان و بلخ آمدن به سمت زمین، وارد زمین شدن، میرن به سمت لوژ تا دعا بگیرن و آستاستا برن سر لاین و بازی آستاستا آغاز خواهد شد. بسیار تشکر از شما، بسیار تشکر از همه کسانی که برای برگزاری فصل 4 مسابقات همت گماشتن. همانطور که تصویر می‌بینین دیدار تیم‌های بلخ و نورستان تا لحظات دیگر برگزار میشه و چپاندازان هر دو تیم وارد میدان شدند تا بازی رقابتیشان را انجام بدن و در پایان 60 دقیقه در پایان 60 دقیقه تیمی که برنده شود به جایگاه سوم کار خودش در فصل 4 به پایان خواهند رساند. پیشتر هم چهره اسلام الدین پیمان را دیده بودیم که مسئولیت تیم بزکشی بلخ در این چند سال اخیر به دوش ایشان هست. به همین ترتیب سایر پهلوانان هم که حتما شما شناخت دارین، کسانی که به گونه سریالی بازی های بزکشی را دنبال میکنن، همطور که بیرق میبینین، بیرق تیم بلخ را میبینین در اختیار منیجر تیم هست یا اسلام الدین پیمان که در تصویر هم میبینیم و هم نورستان را هم میبینیم شرفخان رسولی تیم یا منیجر تیم یا مسئول تیم نورستان هست و این دو تیم هر دو در برابر یکدیگر تا لحظات دیگر رقابت خواهند کرد. بسیار تشکر از همه شما که همراه ما بودین و قرار است که لاین شوند هر دو تیم و دعا میگیرن از مسئولان که اینجا حضور دارن، از ریش سفیدان، از مو سفیدا، و با استفاده از همین فرصت میخوان که درود و دعا بفرستن به روح تمامی شهدایی که روز گذشته جانهای شیرینشان را در حادثه المناک پروان از دست دادن در سالنگ ها. متاسفانه بود رویداد غم‌انگیزی بود که خیلی از خانواده های ما را گلیم غم نشاند و خیلی از هموطنان ما را داغدار کرد. حتی در جاهای ما خواندم در خبرگزاری ها که از یک فامیل 5 عضو خانواده داخل موتر متاسفانه به شهادت رسیده. شمار زیادی از هموطنان ما، آمار دقیق من ندارم، بین 35 تا 70 نفر فکر میکنم که شهید شدن، جانشان را از دست دادن. این حادثه بسیار بسیار تلخ و غم انگیزی بود که تمام مردم افغانستان را در گلیم غم نشاند. از همین جا با استفاده از همین تریبون من به تمامی مردم افغانستان، به تمامی جامعه مردم افغانستان از عمق قلب تسلیت عرض میکنم. بله، فکر کنم که هنوز تلاوت حاضر نیست. آیات از کلام الله الهی تلاوت خواهد شد و به روح شهدای مظلوم اتفاقی که در سالنگ های پروان افتاد به روح آنها بخشیده خواهد شد. هر دو تیم پهلوانانشان حاضر هستند تا اینکه احترام بمانند به مردم افغانستان، به خانواده هایی که عزیزانشان را در این حادثه غم انگیز از دست دادن و همچنان تا لحظات دیگر دیدار برگزار خواهد شد، دیداری که میتونه تیم سوم فصل 4 مسابقات لیگ بزکشی افغانستان الکوزی را مشخص بکنه و یک تیم به جایگاه 4 قرار خواهد گرفت. نورستان تا این جای کار آمده، هرچند بازی های خود نبرده، اما توانسته که نمایش بسیار خوبی داشته باشه. تیم نورستان در مرحله گروهی هیچ کدام از رقابایش حضور نداشتند و نورستان در مرحله حذفی هم هر دو بازی خود گزار کرد، اما به لطف عمل کرده، یعنی در بازی برابر کندوز فقط 6 امتیاز دست دادن. بر صورت میریم به سمت قرآن ما و تلاوت آیات چند از قرآن عظیمشان و میبخشیم به روح شهدای حادثه المناک سالنگ ها. بله 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 بله، 1 2 3 بله 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 بله
بله. 1 2 3 بله بله. چاپ اندازان هر دو تیم از ولایت بلخ و نورستان حاضر در میدان هستند. قبل از شروع بازی به خاطر شهدایی که در سالنگ شهید شدن از جناب قاری صاحب خواهش مندیم که تلاوت آیات قرآن و برایشان دعا بنمایند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين.